سلام دوستان، توی ویدیو امروز قراره توی وایت لیست و تستنت هیومانیتی پروتکل شرکت کنیم. با انجام فعالیت هایی که الان انجام میدیم و آپدیت هایی که قرار در آینده انجام بدیم میتونیم واضح شرایط ایردراپ احتمالیش باشیم. وارد کریپتو رنک شدیم. اینجا پروژه هیومانیتی تا به امروز تونسته 30 میلیون دلار جذب سرمایه داشته باشه. همچنین این پروژه تقریبا 1 میلیارد دلار ارزش گذاری شده. اما لینک ها به ترتیب براتون توی دیسکریپشن موجوده. کلیک میکنید و وارد صفحات مربوطه میشید. یه پرانتز باز کنیم، آپدیت های هر چیزی که من معرفی میکنم توی کانال تلگرام موجوده. میتونید با پذیرفتن شرایط رایگان کانال تلگرام اونور عضو باشید و از آخرین اخبار اطلاعات جا نمونید. خیلی خب، روی لینک اول کلیک میکنید، میاد اینجا روی جوین وایت لیست کلیک میکنید، صبر میکنید کامل براتون لود بشه. اینجا توی کادر اول ایمیلتون رو وارد میکنید، توی کادر دوم لینک پروفایل توییترتون ببینید، وارد توییتر میشید، روی سه تا خط کلیک میکنید و روی پروفایل میزنید، بعد لینکش رو کپی میکنید و اینجا جایگذاری میکنید. روی جوین وایت لیست کلیک میکنید و جوین میشید. یه پرانتز باز کنیم، اینجا یه لینک رفرال بهتون داده، لینک رو کپی میکنید، توی مرورگرهای دیگه میارید بالا. یه ایمیل الکی، زیادم بچگونه نباشه، ایمیل اسم داشته باشه، حالا هر چیزی باشه، درست باشه، با @gmail.com باشه، اونو جایگذاری میکنید. یه لینک پروفایل الکی هم بهش میدید و ارسال میکنید که رنکتون هی بیاد پایینتر. نه توی روز اول 100 تا 200 تا ایمیل و نمیدونم لینک توییتر بهشون بدید که آخرش ممکنه بررسی کنن و بن بشید. پس سعی کنید نرمال باشه، مثلا امروز 4 5 تا باشه، فردا مثلا 10 تا باشه، زیادم نمیخواد برید بالا چون فعلا کاربراش کمه. بعد وارد صفحه مربوط به فاست میشید. اینجا هر 1 دقیقه یک بار این مقدار بهتون توکن تستی میده. پس شما اینجا آدرس کیف پول متاماسکتون رو جایگذاری میکنید، روی ریکوست کلیک میکنید، تراکنش براتون میاد که خب شما این مقدار توکن رو دریافت کردید و یه دقیقه بعد میتونید بیاید انجام بدید. ببینید یه همچین پیامی براتون میاد که مثلا 52 ثانیه دیگه من میتونم بیام دوباره درخواست توکن تستی بکنم. بعد از اینکه توکن های تستی SP رو گرفتید، شما نیاز به دریافت اتر روی شبکه سپولیا دارید. برای این کار میتونید از سایت های فاست استفاده کنید که جدیداً شرایطشون سخت شده و الان به جای هر روز شده هر 72 ساعت یک بار. یا یکی از شرایط دیگه است اینه که خب شما حداقل 1000 اتر روی شبکه اصلی اتریوم داشته باشید که بتونید از این فاست استفاده کنید. برای بقیه فاست ها هم به همین صورت شرایطش هستش. اما شما میتونید یه کار کنید. حالا اگر دوست داشتید از این فاست استفاده کنید، باید ثبت نام کنید توی فاست آلتمی و بعد از اون شما میتونید اینجا آدرستون رو وارد کنید، من ربات نیستم رو بزنید، سند می اتر رو کلیک کنید، بعدش یک کد اینجا براتون باز میشه که شما میتونید با انجام یک توییت یک پست ارسال کنید و 1/10 سپولیا براتون ارسال میشه. یا میتونید یه کار کنید، وارد وبسایت تستنت برید بخش سپولیا بشید، اینجا بیاین و سپولیا بخرید. ببینید الان من میخوام اینجا شبکه اول رو انتخاب کنم، میام آربیتروم رو انتخاب میکنم. مثلا روی شبکه آربیتروم من اتریوم دارم، میام انتخاب میکنم، کانکت ولت رو میزنم پایین صفحه، متاماسک رو انتخاب میکنم و کانکت. بعد از اینکه کانکت کردید ببینید بالانس آربیتروم مثلا برای من اومده بالا، که تقریبا فکر کنم $1.80 میشه. میخوام مثلا با $1 بیام و سپولیا بگیرم. ببینید 7 تا توکن سپولیا میشه. پس من اینجا میگیرم، روی تراکنش یا ترانسفر کلیک میکنم، یه تاییدیه میاد روی متاماسکم، 3 سنت فی هستش، تقریبا $1.09 میشه. روی کانفرم کلیک میکنم و تراکنش در حال انجام شد. تقریبا 5 دقیقه بعد صبر کنید که تراکنش برامون تایید بشه و اون مقدار اتر روی شبکه سپولیا برامون واریز بشه. خیلی خب، تایید شد، کامپلیت. اگه الان وارد متاماسکمون بشیم و شبکه سپولیا، میبینید که به بالانس هم اضافه شده. من تقریبا 1.5 توکن اتر روی شبکه سپولیا داشتم که همون 7 خورده برای من وارد شده و بالانس اتر من تقریبا 9 تا شده. با پرداخت $2 شما دیگه یه عمر راحت. بعد شما باید شبکه هیومانیتی رو اد کنید. روی این قسمت اد متاماسک کلیک میکنید، یه تاییدیه میاد روی متاماسکتون، روی اپرو و سوئیس نتورک کلیک میکنید و شبکه هیومانیتی براتون اد میشه. بعد از اینکه اد شد دوباره این پایین صفحه روی متاماسک کلیک میکنید، کانفرم رو میزنید، یه تاییدیه میاد روی متاماسکتون که شما باید کانکت کنید. روی نکست و کانفرم کلیک میکنید و کانکت میشید به وبسایت بریت. اینجا بالانستون آورده بالا که خب مقداری توکن HP هستش. اینجا میاد مکس رو انتخاب میکنید و از این بالانسی که آورده مثلا 1-2 عدد رو کم میکنید، مثلا نصفش. بعدش روی کانتینیو کلیک میکنید، بریت رو میزنید، یه تاییدیه میاد روی متاماسکتون، روی کانفرم کلیک میکنید و تراکنش در حال انجام. تقریبا بین 1 تا 15 دقیقه ممکنه که براتون تراکنش تایید بشه و توکن ها براتون انجام بشه و واریز. برگردیم، شما به همین صورت میاد از سایت فاست رو میگیرید و بعدش میاد و توکن رو بریز میزنید. برای تستنتش فعلا کاری که داره همین بوده. سعی کنید که حداقل 10-20 تا بریز انجام بدید برای اینکه تعداد تراکنشتون همین اول بالا باشه. بعد شما وارد سرور دیسکوردش میشید، روی اکسپت اینوایت کلیک میکنید، روی استار وریفیکیشن کلیک میکنید و کپچایی که بهتون میده رو حل میکنید. مثلا اینجا گفته که ایلین یا همون بیگانه رو انتخاب کنید. ممکنه مثلا بیاد بگه
میوه انتخاب کنی، حیوان باشه، حالا هر چیزی که هست. مثلا اینجا میتونه این سفینه فضایی باشه. بعد از اینکه تایید شد براتون، شما بقیه اتاق براتون باز میشه، ولی خب اینجا برای من ارور داده. دوباره استاب وریفیکیشن رو میزنیم، داگ رو انتخاب میکنیم سگ رو و برامون با تایید بشه و برای اتاق باز بشه. یک جی ام ارسال میکنید که فعالیتتون رو نشون داده باشید و روی پروفایلتون که کلیک کنید رول ممبر رو بهتون داده. بعدش میاد همینجا ببینید یه اتاق داره ولت سابمیت. اینجا کلیک میکنید روی سابمیت میزنید و بذارید دوباره پنجرهش برامون باز بشه. اینجا آدرس کیف پولی که باهاش دستکار رو انجام دادید رو جایگذاری میکنید. کیف پول متامسکتون روی سابمیت کلیک میکنید و براتون سیو میشه و اینجا حالا یک پیام براتون میاد و اینجا گفته آدرس کیف پولمون ثبت شده و توی وایت لیستش هم هستیم. این چه چیز خاص دیگه که بخوام بهتون بگم نمیمونه. آپدیت ها رو براتون میذارم توی کانال تلگراممون، اونور میتونه عضو باشید با پذیرفتن شرایط. چیز خاص دیگه نمیمونه. موفق باشید، روزتون خوش.